وقتی بین ایران و اسرائیل آتش بس شد، دنیا نفس راحتی کشید. رسانه ها گفتن ایران خسته است، اسرائیل عقب نشینی کرده، همه چیز تموم شد. اما پشت پرده یه چیز دیگه در جریان بود. از همون لحظه که آخرین موشک توی آسمون غروب کرد، چرخدنده های یک بازسازی غول پیکر شروع به چرخیدن کردند. ایران نه تنها عقب نرفت، بلکه حالا توی بالاترین سطح آمادگی نظامی تاریخ خودش ایستاده. حالا این یه شعاره؟ نه، بذار کامل برات توضیح بدم. حتما چنل رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کن و تا آخر ویدیو همراه من باش. همین چند روز پیش آتش بس رسما کلید خورد، اما همون شب پروازهای ناشناسی بالای مناطق حساس ایران دیده شدند. چند ساعت بعد منابع اطلاعاتی غرب گزارش دادند که تحرکات لوجستیکی در غرب، جنوب و حتی شمال شرق ایران به شدت زیاد شده. در کمتر از 48 ساعت 60 محموله بزرگ تجهیزات نظامی از بندرعباس، چابهار و فرودگاه امام وارد پایگاه‌های نظامی شدند. اما نکته مهم اینجا بود، فقط وارد نشدند، مونتاژ، ارتقا، تولید انبوه داخلی همزمان شروع شد. پهپادهای شهاب، موشک‌های فاتح 110 و سری جدید موشک‌های هایپرسونیک نسل 4، پدافند باور، حتی رادارهای فوق پیشرفته با برد هزاران کیلومتر. تو اون 12 روز جنگ چندین فرمانده رده‌بالای سپاه مخصوصا تو جبهه سوریه و لبنان شهید شدن. اما اتفاقی که خیلی انتظارشو نداشتن این بود که اونا به سرعت جایگزین شدن. مثلا فرماندهی که شهید شد جاشو داد به یه جوان 38 ساله که تخصص عملیات ترکیبی سایبری بود. یکی از فرمانده‌های هوافضا جای خودش رو به یه نخبه پدافند سایبری داد که سابقهش توی جنگ سوریه ثابت شده بود. یعنی ساختار فرماندهی الان ترکیبی از تجربه میدانی و علم آکادمیکه و این خیلی خطرناکه. گزارش‌های ماهواره‌ای نشون میده که ایران توی هفته اول بعد آتش بس 37 سکوی پرتاب متحرک توی زاگرس و البرز فعال کرده. 90% پدافندهای استراتژیک رو آرایش دفاعی به حالت نیمه تهاجمی تبدیل کرده. پایگاه زینبی و حماه جنوبی رو تجهیز کرده بدون هیچ دخالت رسمی. در همین حال پهپادهای شناسایی ایران تا قلب مدیترانه پرواز کردند. حتی اسرائیل هم اعتراف کرد که بعضی از این پهپادها رو نمیتونیم شناسایی کنیم. الان ایران فقط یه کشور نیست، یه مدل جنگی جدیده. اسم این مدل چیه؟ جنگ مثلثی، موشک به علاوه سایبری و علاوه جنگ نیابتی. با این مدل ایران لازم نیست مستقیم وارد درگیری بشه. وقتی یمن، سوریه، عراق و لبنان برات می جنگن لازم نیست پایگاه بزنی. وقتی اینترنت دشمن رو قطع میکنی و اینترنت و سایبری رو تو دستات گرفتی لازم نیست ارتش بفرستی. وقتی یه پهپاد 2000 کیلومتر میره و بر میگرده. برای همین غرب گفته الان ایران در خطرناکترین وضعیت ممکن برای ما قرار داره. سوال اصلی همینه، این آماده سازی برای چیه؟ آیا جنگ بعدی نزدیکه؟ یه مقام نظامی اسرائیل گفته ایران آماده است، ما هم آماده ایم، اما تفاوتش اینه که اونا دنبال جنگ نیستن، دنبال برتری دائمی هن. یه تحلیلگر بلومبرگ گفته تا حالا سابقه نداشته ایران تو این سطح از تجهیزات و هماهنگی و قدرت قرار بگیره. بیایم یه قدم عقب بریم. وقتی نگاه میکنیم ایران توی 3 هفته گذشته به طور بی سابقه آماده شده. بازسازی ساختار فرماندهی، فعالسازی تجهیزات پنهان، احیای قدرت منطقه‌ای و آماده سازی برای یه نبرد احتمالی خیلی بزرگ. ولی از همه مهمتر الان ایران فقط یه ارتش نداره، یه سیستم هوشمند دفاعی تهاجمی ساخته که هم مستقل فکر میکنه هم مستقل عمل میکنه و این یعنی هر گونه تحرک از طرف دشمن میتونه جنگی رو شروع کنه که پایانش دیگه دست اسرائیل و آمریکا نیست. نظر شما چیه؟ جنگ شروع میشه یا نه؟ حتما تو کامنت ها بهم بگین
و بگین که کدوم طرف پیروز میشه. حتما چنل رو سابسکرایب و ویدیو رو هم که لایک کن. راستی 2 تا ویدیوی آخرمون هم که از دست نده. ممنون که تا اینجا کنار ما بودی. خدا نگهدار.